کشور ترکیه تیاری دیدند و 4 بازی سنجشی هم انجام دادن، هرچند در اون موفق نبودند ولی معلوم میشود که آمادگی اونها در ترکیه بسیار خوب بود. پرتاب پرویز جان عمرباєв با کنار چپ اینجا ارسال توپ به داخل جریمه و گل اول منوچهر جلیلوف در دقیقه سوم رقابت حساب بازی را باز میکند. دوستان ارجمند پرتاب بسیار هم خوب از کنار میدان و میبینیم که او پیراهن اسکندر جلیلوف را بر میکند. برادر او که با سبب آسیبش در این رقابت حساس تیم ملی شرکت کردن نمیتواند. یک ترکیب برای جذاب و هجوم ترسکاری فوتبال بازان ما در آغاز این رقابت تاثیر خود را رسانید، مخصوصا در مرکز میدان. پرویز جان عمرباєв دفاعگری دستای مغولستان بسیار خوب صد گذاشت و توپ را از میدان زده بیرون کرد. بله، داویدسی مغول ها در این لحظه ادگار داویدسی مغول ها توانست این حالت را برطرف کنند. بله، ادگار داویدس همون نفری که با عینک کلاه بازی میکند. دوستان ارجمند پرتاب از کنج میدان اجرا میشود از جانب پرویز عمرباєв، ضربه امیربک جوراباєв ولی صد میگذارند فوتبال بازان مغول. ادامه هجوم را خواهیم دید. باز هم بازیافت توپ از سوی فوتبال بازان ما. ارسال دیگر برا به داخل جریمه و چگونه امکانیت حساب دو بر صفر علیشر جلیلوف. دوستان ارجمند حساب 2 بر 0 و باز هم در آغاز بازی فوتبال بازان ما توانستند با زدن گل دست یابند. یک هجوم دیگری برخاست همان طوری که بالاتر اشاره کردیم در بازیافت توپ فوتبال بازان ما بسیار فعال بودند. پرتاب از کنار راست به داخل جریمه‌گاه صورت گرفت، بعداً از در هم بر همین خط دفاع رقیب ما استفاده کرده توانستیم گل دوم را به هدف رسانیم. این همان ترکیه تاجیکی است که از جانب مغولستان برای این بازی مخصوص آماده شده است. با پرچم تیم ملی فوتبال تاجیکستان اسم کشور ما حکاکی شده است و بسیار هم زیبا در میان ده ها هزار مخلص و هواداران فوتبال تاجیک. و ببینید که چگونه دوران جان و بسیار خوب ببینید که کامران ترسونوف هم خوب پای برد که در این وضعیت شهرام سمیف در واقع اومده است که ضربه را اجرا کند و موفق هم شد. شهرام سمیف یادآور میشیم که این گل سوم است برای شهرام سمیف در 7 بازی که در تیم ملی انجام میدهد. بسیار البته نتیجه خوب رو در بازی که در منتخب کشور انجام میدهد شهرام به قید گرفته ایستاده است. اینم اگر ما به اعتبار بگیریم اکثر این بازی ها تنها مدت چند دقیقه بود، یعنی بیشتر از کرسی بازیگرانی احتیاطی به میدان برآمد بود. و تغییرات اسمونتاش هم کار داد دوستان